وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران و یکی دیگر از برنامه‌های مثال‌های قرآنی در خدمت شما عزیزان و خوبان هستیم. الله متعال در قرآن کریم برای ما مثال‌های فراوانی رو ذکر فرمودند تا در قالب یک مثال یک معنا و مفهومی رو با یک مثالی که قابل رؤیت و مشاهده هست و احساس میشه بهتر بتونیم که درکش بکنیم. یکی از مثال‌هایی که در قرآن کریم برای ما ذکر شده و بیان شده مثال مقابله حق و باطل، حکایت نبرد حق به همراه باطل، حکایت باقی ماندن حق و متلاشی شدن و از بین رفتن باطل، جنگی که بین حق و باطل، نبرد حق و باطل و اینکه بعضی وقتها ظاهراً باطل غالب شده و غلبه کرده اما سرانجام از آن حق و حقیقت و سرانجام از آن هدایت و طرفداران هدایت. الله متعال در سوره مبارکه رعد آیه 17 برای ما مثال میزنه که در این مثال برای ما درس هاست و الله متعال با دو تعبیر و بیان دو مثال، یک مثالی که از آب است و مثال دیگری از آتش، برای ما بیان میکنه حکایت حق و باطل رو. یک مثال با آب و یک مثال با آتش. در آیه 17 سوره مبارکه رعد الله متعال برای ما اینگونه میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انزل من السماء ماء. الله متعال اون ذاتی است که برای شما نازل میکنه از آسمان آب میفرسته. الله متعال هدایت رو و حق رو و حقیقت رو به مانند آب تشبیه میکنه برای ما. این آب چون حیات موجودات زنده به آب بسته است، همینطور حیات روح به حق و هدایت و حقیقت بسته است. انزل من السماء ماء، بارون میریزه، آب از آسمان میاد. فسالت اودیة بقدرها، جاری میشه در وادی ها، به اندازه وادی، دره ها و آبراهایی که هست، هر کدوم به اندازه حجمش این آب رو در خودش جای میده. وادی که کوچکتره آب کوچکتری میگیره، بزرگتر آب بزرگتری میگیره و مسیرهایی که آب حرکت میکنه هر کسی به اندازه خودش و حجمش و وسعتش آب میگیره. این حکایت قلب هاست. هدایت و حق وقتی میاد هر قلبی به اندازه وسعتش، قلبی بزرگتره، بهتر درک میکنه، بهتر میفهمه، ایمان قوی تری داره، از هدایت بیشتر مستفید میشه و حق و حقیقت رو بهتر درک میکنه و بیشتر میفهمه و بیشتر میره سراغش. اینجا تشبیه بین قلب و وادی و تشبیه بین هدایت و حقیقت و آب میریزه، وادی به اندازه اون حجمش و وسعتش آب رو در خودش جای میده. به قدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا. بعد از اینکه به اندازه اون حجمش اون وادی آب رو در خودش جای میده، حرکت میکنه دیگه. آب در این وادی در حال حرکته. در جریان این حرکت آب وقتی که میاد حرکت میکنه، چیکار میکنه آب؟
در مسیرش با خودش ناپاکی ها، خس و خاشاک، اینها رو برمی‌داره دیگه. آب اینها خس و خاشاکی هست، ناپاکی سر راه هست، تاب توان مبارزه با آبو ندارن. این سیلی که راه افتاده، اینا چیکار میکنن؟ قاطی میشن با این آب. فاحتمل السیل، این سیلی که راه افتاده با خودش حمل میکنه زبدن رابیا، یک کفی رو که بالا اومده، کفی که بالا اومده رو با خودش حمل میکنه. آب حرکت میکنه، میاد در وادی ها، در دره ها، آبراه ها، تو مسیری که داره میاد میشوره دیگه، تمیز میکنه با خودش و برمیداره. ناپاکی رو، خس و خاشاک رو، یک کفی روی این آب ایجاد میشه و این کف میگیره سطح آبو. آب وقتی با سرعت حرکت میکنه در سیل ها، رودخانه ها، مخصوصا وقتی که تازه شروع میشه، یک کفی روی آب هست به همراه خس و خاشاکی که باش هست. این میشه چی به تعبیر قرآنی؟ زبد الرابیه، کفی که اومده بالا. هدایت، حقیقت وقتی که مطرح میشه و بیان میشه، هر قلبی به اندازه حجمش، هر قلبی به اندازه وسعتش از این بهره مند میشه. وقتی که هدایت میاد در قلب، به حق و حقیقت آشکار میشه، گفته میشه. این هدایت و حقیقت در قلب وقتی که شروع میکنه تمیز بکنه قلب رو، مثل این آبی که حرکت میکنه در این وادی، همونطوری که در اون آب خس و خاشاک میومد بالا و کف میومد، در قلب هم، در وجود انسان هم شروع میکنه شبهات، شروع میکنه شهوات به رشد کردن. اینها میان و روی این حقیقت رو میپوشونن، میان جلو، این رو میان. از یک طرف شبهه مطرح میشه، از یک طرف شهوت غالب میشه. اینها حکایت همون خس و خاشاک و کف روی آبه، اون سیله. آب ارزشمنده، آب مایه حیاته، اما به هر حال در مسیری که حرکت میکنه طبیعت آب اینجوریه. میونه خس و خاشاکی کفی روی آب. طبیعت حق و حقیقت اینطوریه، طبیعت هدایت اینطوریه. وقتی که حرکت میکنه جاری میشه، خس و خاشاکی میان روش قرار میگیرن، چون سبکن، چون بیارزشن، چون وزنی ندارن. آب که حرکت میکنه اینا میان بالا. این بالا اومدن اینها دلیل بر حقانیتشون نیست، دلیل بر سنگین بودن وزنشون نیست، دلیل بر جایگاه و منزلتشون نیست. دود اگر بالا نشیند کسر شأن شعله نیست، جای چشم ابرو نگیرد گرچه او بالاتر است. این خس و خاشاک روی آب میان، طبیعت آب دیگه. آب حرکت میکنه میره، خس و خاشاک و ناپاکی ها رو هم با خودش برمیداره. حقیقت و حق و هدایت وقتی میاد در مسیر، شبهات میاد، شهوات میاد و میاد رو. اینا میان رو، اینها سبکن، اینها آنیان، اینها میان و میخوان که چیکار بکنن. از بیرون وقتی کسی نگاه میکنه به این سیل، این آبی که حرکت کرده، خس و خاشاک رو میبینه. وقتی که انسان رودخانه راه میفته، تازه آدم از بالا نگاه میکنه میبینه کمش کف و خس و خاشاک و اون ماده مفید اون زیره، اون آبه، اون چه که انسان بهش نیاز داره اون زیره. الان حق و حقیقت هم احیانا زیر شهوات و شبهات میمونه، اما اینها باقی نمیمونن. اینها کسانی که به دنبال شهوتن، کسانی که به دنبال شبهاتن و شهوات هستن، حکایت اینو چطوریه؟ حکایت اینها دوام پیدا نمیکنه. مثل اون کف و خس و خاشاکی که روی سیله، وقتی حرکت میکنه خس و خاشاک کف میره، رودخانه داره میره دیگه، سر پیچ‌های خطرناکی میرسه، صخره‌هایی میاد، یک باریک راههایی میاد، یک گردنه سر راه میاد، این کفا میشکنن. خس و خاشاک
یک گوشه جمع میشه و میفته، نمیمونه. شبهات و شهوات اینطوری هن. زندگی فشار میاره، سختی ها میاد، مشکلات میاد، اینا یه گوشه میرن. اون موقع است که ندای فطرت انسان جوونه میزنه، میاد بالا. این هدایت خودشون نشون میده. اون قلب ایمانی که توش هست رشد میکنه، جوان میشه. یک مثال دیگه هم الله متعال در این آیه میزنه و اون مثال اینجا با آب بود، اونجا با آتشه. آب و آتش، دو مثالی که الله متعال برای بیان حق و حقیقت به ما میزنه. آب و آتش. آب سرچشمه حیات و آتشی که آتش ظاهرش چیز خوبی به نظر نمیاد، اما خیلی وقتها آتش شعله‌ور میشه برای یک هدفی مفید. هر آتشی بد نیست، هر شعله‌ای بد نیست. بعضی وقتها ما نیاز داریم آتشو، باید یک آتشی باشه تا چیکار کنیم؟ تا اون جواهرات، اون معادن، اون اشیای گرانبهایی رو که ترکیب شده با اشیای به درد نخور، غیر مفید، اینها رو از هم جدا کنیم. ما طلا رو چطور به دست میاریم؟ نقره رو، حتی آهن رو، این چیزایی که استفاده میکنیم، اینها در داخل سنگهان میشکنیم، آتیش روشن میکنیم و این آتیشی که روشن کردیم حرارت میدیم، ذوب میکنیم. به خاطر چی؟ طلا به دست بیاریم، نقره به دست بیاریم، آهن مفید به دست بیاریم، تا از اینها برای خودمون زیورآلات درست کنیم، تا از اینها برای خودمون یک شی مفید به دست بیاریم، مسائل درست کنیم، استفاده کنیم. الله متعال مثالی میزنه از آتش به حکایت این معادنی که ما داریم و تأثیر این رو و نمونش رو ما در زندگی معنوی خودمون میبینیم. الله متعال میفهمد و مما یوقدونه، و اون چیزی که شما آتش میافروزید برای او، فالنار، طلب آتش میکنید بر او، این معادن در آتش میندازید اینها رو، ابتغاء حلیت او متاع، برای اینکه شما یک زیورآلاتی به دست بیارید یا متاعی که بتونید ازش استفاده بکنید. میخواید چیزی درست کنید، نیاز به آهن دارید، نیاز به یک آلیاژ دیگه ای دارید. اینجا هم اولش که آتشه، سختی هست، حرارت هست، کوره هست. چرا؟ چون طبیعت کار اینه، باید این باشه تا اون ذوب بشه، ما به اون هدف برسیم. وقتی این کار رو هم ما میکنیم، میخوایم که در کوره جواهر درست بکنیم، جواهر به دست بیاریم، آهن درست بکنیم، وسایل استفاده بکنیم، آتش روشن میکنیم. اونجا هم چی میشه؟ الله متعال میفهمد زبد مثله. وقتی شما آتش روشن میکنید هم در کوره، میخواید جواهر به دست بیارید، میخواید یک ماده خالصی رو از ناخالصی جدا بکنید، یک لایه کفی میاد رو. کسانی که در ذوب آهن و موادی مثل آهن دیده باشن که وقتی ذوب میشه اون ناخالصی، ناپاکی میاد رو، آتشه، شعله است. در زندگی احیانا برای اینکه اون حقیقت آشکار بشه، ایمان واقعی، هدایت واقعی خودشو نشون بده، بهترین ها، مؤمنترین ها، زیباترین ها در ایمان و در عمل خودشون رو نشون بدن، یک سختی میاد، یک مشکلاتی میاد، یک آتشی برپا میشه یک جایی، تا اینها پخته بشن، تا این خالص از ناخالص مشخص بشه. لیمیز الله الخبیث من الطیب، تا الله متعال در این ابتلا و آزمایش پاک رو از ناپاک جدا بکنه، طلاها بیان بیرون، مواد به درد بخور بیان بیرون. یک کفی این رو هست، یک کفی میاد بالا دیگه، کفه. اینجا یک کفی رو میگیره خودش رو،
این همون باطله. باطل اینجا در ظاهر غالبه. این حکایت چیه؟ الله متعال میفرماید كذلك يضرب الله الحق والباطل. الله متعال اینطوری مثال میزنه حق و باطل. حق و باطل حکایتش اینه. باطل چی بود؟ حق چی بود؟ حق اون آبه، باطل کف روشه. حق اون جواهراتیه که ذوب شده در این آتش، باطل اون کفیه که روشه. حکایت چی میشه؟ فاما الزبد فیذهب جفاء. اون کف روی آب، این کف و ناخالصی ها و ناپاکی هایی که در ذوب جواهرات، آهن، اون چه که شما ذوب میکنید ازش یک وسیله مفید استفاده کنید، درست کنید، این کفا رو میریزن دور. اینو نمیمونه، اینا به درد نخوره، اینها رو دور ریخته میشه. و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. اما اون چه که به درد مردم میخوره میمونه. کف در سیل میاد میره حرکت میکنه، این کفا کجا میره؟ یک ذره اگر خود آبی هم که حرکت میکنه این کف از بین نبره، خود کف از بین میره. سر پیچ، سر گردنه، در برخورد با صخره، وقتی که این سیل وای میسته راکت میشه، خود به خود کف میره، خود به خود این خس و خاشاک گم میشه. وقتی که این جواهرات ذوب شد، این کف میاد کنار، یک گوشه زده میشه، گم میشه. چی میمونه؟ و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. اون چه که به درد مردم میخوره، نفع میرسونه برای مردم، مفیده برای مردم، فیمکث فی الارض، میمونه. آبه که میمونه، میره در عمق ریشه گیاهان، درختان، ثمر میده، بارور میشه، نتیجه میده. این طلاست که میمونه، زیور میشه، آرایش میشن مردم، با اون استفاده میشه ازش. آهنیست، معدن آهنه، استفاده میشه ازش. اما این کف دور ریخته میشه، میره. و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. اون چیزی که به مردم سود میرسونه میمونه. و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض كذلك یضرب الله الامثال. اینطوری الله متعال برای شما مثال میزنه، مثال حق و حقیقت و باطل. آب مفیده اما خس و خاشاک به دردی چی نمیخوره. طلا و جواهر مفیده اما اون خس و خاشاک و ناپاکی های روش دور ریخته میشه. حق و باطل اینطوریه. وسوسه شیطانی، هدایت، حقیقت، حق میمونه. عبادت های شما، اعتقاد شما، عمل صالح شما. اما شهوت، اما شبهات نمیمونه، مقاومت نمیکنه. عقیده باطل، شرک، اینها از بین میره، نمیمونه. و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. آنچه که برای مردم مفید میمونه. کاری بکن در زندگیت که به درد مردم بخوره. زندگیت رو به دنبال کف و خس و خاشاک روی آب نباش. زندگیت رو طوری بکن، طوری زندگی کن که شهوت و شبهه، شهوات و شبهات کل زندگیت نباشه. دلخوش نکن به این خس و خاشاک، دلخوش نکن به کف روی آب، دلخوش نکن به ناپاکی روی طلا و جواهر. اینا از بین میرن. اون اصل ماده رو داشته باش. برو دنبال حق، برو دنبال حقیقت، بهش عمل کن، بهش چنگ بزن، قبولش کن. از شبهات و شرکیات و خرافات و بدعات چیزی گیرت نمیاد. آخر اینا از بین میرن، همونطور که کف روی آب از بین میره. اینها به دردت نمیخوره. برو دنبال حقیقت باش، دنبال توحید باش، دنبال هدایت باش، دنبال حق باش، دنبال رضایت الله متعال باش.
کاری کن که به دردت بخوره. و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. عبادت بکن، کاری کن که برای مردم مفید باشه. سرمایه گذاری تو در جایی بکن که بعد از مرگت به دردت بخوره. یک کاری بکن به درد مردم بخوره. یک کتاب مفید پخش کن، یک نوشته مفید پخش کن. یک بیمارستانی به درد مردم میخوره، بگذار خرجش کن. دارالایتامی درست بکن، یتیم‌ها رو سرپرستی بکن. چند تا دختر و پسر جوان رو دم بختن، اینها رو برو کمکشون بکن. کاری کن که به درد مردم بخوره. اگر میخوای پرونده اعمالت بعدت بسته نشه، چی به دردت میخوره؟ و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. اون چیزی که به درد مردم میخوره میمونه. به خاطر الله کار کن، چشم داشته این اونو نداشته باش. میدونی که این صحبتت، این حرفت، این کلامت، این نوشتت، این کارت، این عملت، این پولی که خرج کردی، این بنایی که ساختی، این پولی که درست کردی، این چای آبی که درست کردی، فقط به این نیته که به مردم نفع برسونی. فقط به این نیته که در راه رضای الله تعالی کاری بکنی. فقط به این نیته که بعد از مرگت به دردت بخوره. هر چی خالصانه برای الله تعالی باشه میمونه، خالص میمونه. مثل طلاست، مثل جواهره، مثل آبه. اینا میمونن. و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. اینا میمونن. سعی کن اینطوری باشی، خالص باشی. کاری که میکنی به خاطر الله تعالی باشه. کاری که میکنی خودش ارزش داشته باشه. به دنبال خس و خاشاک نباش. خس و خاشاک چیه؟ شهوت هاست، شبهات، مال دنیاست. اگر اینا رو دنبالش رفتی، اینا از دست میدی. اینا رو از دست میدی، نمیمونه برات. اون چیزی که برات میمونه اصل هدایته، اصل اعتقاد درسته، توحیده، عبادت خالصانه است، اعتقاد به الله تعالی است، مالی که در راه الله تعالی خرج میکنی، صدقه جاریه که بعدت میمونه. اینها میمونه. اگر به خاطر الله کار کردی، پشت سرت پروندت بسته نمیشه. هر کاری به خاطر الله تعالی بکنی، فینفع الناس، به درد مردم میخوره. و هر چی که به درد مردم خون، فیمکث فی الارض، در زمین میمونه، ماندگار میشه. اگر میخوای نامت ماندگار باشه و زنده باشی بعد از مرگت هم، به خاطر الله کار کن، به خاطر الله خالصانه عمل کن. حرف بزن، قدم بردار، عمل کن، برو. هر کاری که میکنی به این نیت باشه که بمونی تا وقتی که مفید باشی برای مردم، خالصانه برای الله تعالی کار بکنی، موقع میمونه. حکایت میمونه. مثل آبی، تشنن زمین ها برای آب، زمین استفاده میکنه، رشد میکنه، درخت میشه، ثمر میده. بعد از اینکه آب میره، اما اینها اثرش میمونه. اون طلا و جواهر رو بعداً مردم زینت خودشون قرار میدن. اون موقع نام نیکی که میمونه. نام نیک همون زینتیه که بعدها نسل افتخار میکنن به وجودش. اما اگر دنبال شهوات و شبهات و خرافات و بدعات بودی، فاما الزبد فیذهب جفاء، یه گوشه انداخته میشه، آدم گم میشه و هیچ سودی برای انسان نخواهد داشت. این یکی دیگر از مثالهای قرآن کریم بود تا در قالب یک مثال برای ما الله متعال تفاوت بین حق و حقیقت و عملی که و قولی که و فعلی که و اعتقادی که به خاطر الله متعال است با عملی که و فعلی که و اعتقادی که مخالف رضای الله متعال است بیان کرد تا ما بدونیم که به دنبال چه باشیم و زندگیمون رو در چه مسیری خرج بکنیم. از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون یاری کردید تشکر و سپاس. و تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدارش.